خب بریم مغازه هالووین. خب راستش من اینجا رو گرفتم اما ریدم و نیفتاد، برای مجبورم دوباره بگیرم. من تا حالا هالووین خارج از ایران نبودم که ببینم فضاش چجوریه، اما کریسمس بودم اما هالووین نبودم. تو ایران هم که خب معمولا مغازه خیلی خاصی نداریم برای مثلا حالا این که بفروشن وسایل هالووین. خدا امروز که روز تعطیله بریم ببینیم که اینجا مغازه هالووینی چی داره. بچه‌ها هند واقعا جای خیلی خوبیه. هند زیاد بریم. بچه‌ها حقیقتا گفتش که حق نداری فیلم بگیری، برای همین ما داریم فیلم میگیریم. ولی ببینید امیدوارم که معلوم شه. ولی باید من اصلا من فیلم نمیگیرم. ای باید چیل رفتار کنم. اینا داشتن ویدیو میگرفتن. اینا هم داشتن ویدیو میگرفتن. زوم کن. خب بچه ما اومدیم اینجا و اینکه نذاشت ویدیو بگیریم از توش. حتی من چند بار که نه، یعنی چند تا یواشکی ویدیو گرفتم، ولی آره دیگه حالا خیلی خاصی هم نبود. خدافظ. آره ایپس جالب پیدا نکردم که تو خیامتون نشون بدم. اصلا میگم که سلام. فلاین تایگره که من قبلا بذار من اسمش رو درست کنم. آره که من قبلا پیرسینگ گوشوارمو از اینجا خریده بودم. من اینجا باحاله کلا ولی بریم ببینیم هم که چی داره. شما بچگی منتظر این لحظه بودید، من میدونم. خدایی این بچه شبیه چیز نیست، اون یارو پسره تو هوم الون. اینو نمیگم این که این دختر درازه به من یه جور نگاه میکنه که نگاه من اسکولم. نمیدونم چجوری شما ولاگ میگیرید، خیلی آکوارده وسط ملت دوربینو در بیاری.
تموم شد که بچه یه بار دیگه ما تلاش کنیم. بچه الان کنار من احتمالاً میترسه. نه بزن نشون تو ولی یه بار دیگه نه اومد عباسا بود. بیا دیگه فاک. یه بار دیگه بچه دست میزنید دوست خوشش میاد، دوست بمالیش. بچه منو خاموش کردم ولی نه خاموش بود، داشت کار میکرد. What the fuck. من حقیقتا هرچی تلاش میکنم راجع این نمیتونم فکر خوبی کنم. این چیه؟ جاموزی. بله همیشه میخواستم موزمو توی جایی بذارم، پیجمون بسته میشه. حقیقتا دیگه چیزی نموند که نشون ندم، یعنی اینجا حداقل نداره دیگه مغازه ای. حالا نمیدونم ای جای دیگه ای داشته باشه یا نه، ولی اینجا نداره. و اینکه حالا من میرم باز بگردم ببینم اگه چیز باحالی بود که ویدیوشو میگیرم. خب ببینید حقیقتا اینجا هیچ ربطی به هالووین نداره، ولی گفتم که شاید چون باحاله حالا همه هم دارن میان تو دوربین من، خوشتون بیاد که توشو بهتون نشون بدم. میدونم که بعد از دیدن این مغازه زندگیتون به دو دسته تقسیم میشه. قبل از این مغازه و بعد از این مغازه. من یه ساعت دارم میگم آقا این برای چه استفاده یه کجاشون میکنن اینو ملت. من فهمیدم ماساژوره، یه مثلا یه هیئت علمیه احتمالاً تشکیل دادن که بهترین شکل واسه یه ماساژ مثلا چیه. شنبول. خب بچه‌ها این بود از ویدیوی هالووینی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.